پس این طریقه نوشتن یک صفحه در زبان PHP و بازگردنش برای اولین بار. فایل قبلی رو باز میکنم، درایو C و www test. در کجا باز کردم؟ در ناتپد پلاس پلاس، یعنی در ادیتر. با شنیدن این گپا و دیدن این گپا شما این قسمت ها را پیش رفتید. PHP هوم بود که موضوعات معرفی خود PHP بود، PHP اینترو یا اینترودکشن که گفته شده شما قبل از PHP چی را باید بدانید. HTML باید بشناسید و XHTML و همچنین جاوا اسکریپت. خب HTML هم بشناسید، XHTML هم و جاوا اسکریپت هم نمیشناسید. خب این امو کاتگوری یا دسته‌بندی است که این وبسایت انجام داده. اما به نظر مگه جاوا اسکریپت رو نمیدانیم یا نخوانیم بازم با مشکل مواجه نمیشیم. صحیح؟ چرا ما این موضوعات پروگرامینگ دوباره از ابتدا براتون تشریح میدم. What is PHP؟ این موضوعات رو تشریح کرده براتون که PHP چی است. دیروز در موردش گپ زدیم. اختصاری از چی هست؟ سرور ساید است. What is a PHP file? What is MySQL؟ در مورد گپ نزدیم، ماندیم برای وقتش. PHP plus MySQL. چرا هر وقت نام PHP میاد MySQL هم همراهش میاد؟ کسی میدونه؟ میفهمین که دیتابیس های مختلفی داریم، اسکیل سرور، اوراکل، درست؟ حتی خود اکسس. چرا PHP رو به همراه یک از اونها استفاده نمی‌کنم؟ و این خاطر که در خود PHP فانکشن ها و فرمان های بسیار زیادی است برای ارتباط باشی با MySQL. یعنی یک رابطه بسیار خوب و نزدیک بین PHP و MySQL وجود داره. بعد ان شاء الله کم پیش رفتیم می‌خوانیم. فرمان های مدرن در PHP بسیار ساده. مثلا MySQL query. یک query MySQL اجرا می‌کنه. MySQL connect. و به همین طریق بسیار فرمان‌های زیادی است که دانه دانه اینا رو می‌خوانیم و شما یاد بگیرید. درست؟ فانکشن های از پیش تعریف شده. این به نام چی یاد بکنید؟ قسم فانکشن ها را به نام built in. یعنی چی؟ داخلی یا پیش ساخته. این ضرورت نیست که ما وقتی می‌خوایم به MySQL کانکشن بریم یک فانکشن خود ما جور بکنیم یا بنویسیم. در حالی که برای دیگر دیتابیس ها همونطور است. اما برای کانکشن با MySQL بسیار ساده. فانکشن های بسیار زیاد داریم در خود PHP. مستقیما و به بسیار سادگی فقط کافی است نام دیتابیس بدیم، یوزرنیم بدیم، پسورد بدیم، ما را به دیتابیس MySQL کنه. و همین خاطر است که PHP MySQL بسیار زیاد با هم دیگه چه میشن؟ استفاده میشن. و خاصیت مشترک دیگه که بین هر دوشون وجود داره، است که هر دوشون اوپن سورس هستن و هر دوشون فری هستن. اینجا براتون تشریح کرده why PHP، چرا از PHP استفاده میکنیم. خب where to start، از کجا باید شروع بکنیم؟ از اینستال کردن یک سرور. درست؟ اینجا براتون تشریح شده سرور رو ما اینستال کردیم که گفته شده اینجا میتونه سرور آپاچی یا IIS باشه. What do you need؟ چه چیزایی رو ضرورت دارید؟ براتون گفته شده که PHP رو دانلود بکنید، MySQL رو دانلود بکنید و آپاچی سرور. هر سه اینا اوپن سورس هستن و رایگان و هر کدومش رو میتونید از وبسایت های خودشون دانلود بکنید. مگر اگر از وب استفاده میکنید، باز هر سه‌ش یک جای براتون آماده داره. صحیح؟ این دیگه ضرورت نیست شما این رو جدا جدا دانلود بکنید. با اینستال کردن فقط وب سرور شما هر سه رو به دست آورید. PHP ساینتکس یا ساینتکس PHP است. ساینتکس HTML یک نفر برای من بگه؟ اکتون ساینتکس HTML ساینتکس به چه شکل است؟ در شروع تگ باز، خب بعد نینیم استرکچر یا ساختار یک سفر رو نگید، یک تگ HTML بگید. نام تگ میه؟ بعدم چی میه؟ آفرین، اتریبیوت میه؟ مستقیما ولیو میه؟ مساوی به ولیو دبل شدهشن ولیو. این استرکچر چی است؟ هر تگ HTML است. نام تگ میه؟ فاصله اتریبیوت مساوی قرار میگیره و دبل شدهشن داخلش ولیو. نام تگ صفت مقدار. خب در CSS با چه شکل است؟ آفرین، اول سلکتور میه، بعدم براکت باز، پراپرتی، دو نقطه، تفاوتشه و داخل هر فرمان CSS باز هم سلکتور و داخل براکت بسته. تگ‌ها تبدیل به براکت شده، تگ نیم تبدیل به سلکتور شده، اتریبیوت تبدیل به پراپرتی شده، مساوی به دو نقطه و ولی خود ولیوس بدون دبل کاتش. این هم ساینتکس چی است؟ CSS. خب اشتباه نوشته کردیم. این از CSS است و از PHP به چه شکل است؟
از PHP دیگه نمیتونیم بگیم. مثلا PHP رو مثل این دو زبان دیگه نمیتونیم بگیم. اینا زبان‌های پروگرامینگ نیستن، میفهمید؟ HTML و CSS پروگرامینگ نیستن. صرف PHP و جاوا اسکریپت از زبان‌های تحلیل پروگرامینگ هستن. وقتی یک زبان پروگرامینگ بود، باز دیگه نمیتونیم که سینتکسش رو به این سادگی بگیم. یه قدر گفتم میتونیم که شروع PHP و تگ باز سوالیه PHP و انتهاش با سوالیه تگ بسته. دیگه استیتمنت ها را به قسمت میاریم. و یه قدر گفتم میتونیم که هر استیتمنت PHP مانند C++ و سمیکالون ختم میشه. اما چون اینجا باز فرمان های مختلفی داریم، صحیح؟ فرمان هایی داریم مثلا تعریف یک واریبل است، اپراتورها هستن، if، switch، while، do، این موضوعات در قسمت قرار میگیره. مثل HTML نیست که فقط بتونید یک سینتکس خلاصش کنید. و اینجا هم همین موضوع رو براتون تشریح کردم. خب کامنت هم میشناسید نه؟ کامنت چی است؟ ازش به خاطر چی استفاده میکنیم؟ به خاطر یک توضیح. و چه قسم میتونیم رو استفاده کنیم؟ دو تا نه؟ سلش. و ستاره سلش چطور؟ خوی اولیش در صورت که در یک خط باشه آفرین. پس این موضوعات هم میدونیم. اگر یک خط میخوایم تبدیل به کامنت کنیم در شروعش دبل سلش، و اگر میخوایم ملتی لاین یا چندین خط داشته باشیم سلش ستاره، هر چند خطی که کامنت دادیم و در آخر هم ستاره سلش. فقط تفاوت بینشون یک خط و چند خط است. سلش سلش همیشه در شروع فرمان در شروع خط میاد. در هر قسمت. پس منظور ما نیست که به طور مثال خب خیلیشون هنوز PHP نخوانیم براتون C++ نوشتن میکنم. اکو مثلا x قبلا تعریف شده و بعد یک موضوع دیگه هر چیزی که داریم y. منظوری نیست که سلش سلش از هر نقطه‌ای که میه از اون قسمت تا انتهای خط تبدیل به چی میکنه؟ کامنت میکنه. از اون نقطه تا انتهای خط. اما با سلش ستاره از شروعش تا کجا؟ دوباره تا زمانی که سلش ستاره سلش بیه. دیگه هر چند خطی که بود. اما دبل سلش فقط از اون نقطه‌ای که میه تا آخر اون خط. موضوع واریبل است. واریبل رو میشناسیم؟ حتما میشناسیم. درسته؟ یک نفر بگه زوزو که پیس بشه. واریبل چی است؟ واریبل یا محول اسم متخصص ذخیره میشه. واسه لزوم قیمت‌ها رو خب کلش درست، فقط گفتیم که قیمت ها نه. خب خودتان نگین. بقیه چی میگن؟ قیمت ها درسته؟ متحول یک قسمتی یا یک بخشی در حافظه است، ایگرشون درست که میتونن قیمت ها رو ذخیره کنن. درستن؟ موضوع بسیار مهم است. هر واریبل فقط یک قیمت یا یک والی رو میتونه در خود ذخیره کنه و بیشتر از اون نه. اگر بخوایم چندین قیمت در یک والی ذخیره کنیم باز از چی استفاده میکنیم؟ از اره استفاده میکنیم. صحیح؟ اگر بخوایم به یک تحت یک نام ذخیره شه، خب این که مشخصا چندین نام میخوایم ذخیره کنیم میشه در واریبل های با نام های مختلف. اما میخوایم چندین والی رو در داخل واریبلی با چندین واریبل با عین نام سیو کنیم، باز بعدا از اره استفاده کنیم. خب پس میدونیم دیگه، من توضیح اضافه در براتون نمیدم، فقط میگیم یک مکان از حافظه است، یعنی یک واریبل یک مقدار در خود ذخیره میکنه، صرف یک مقدار و یک جای در حافظه از خود ذخیره میکنه. به خاطر اینکه ما باید دسترسی داشته باشیم ضرورت به یک نام